آوازخوان زاده تاجیکستان منیژه سنگین که امسال در آزمون معتبر ایورویژن 2021 در شهر روتردام هلند از نام روسیه نمایندگی میکند، روز 12 می شکل نهایی ترانه‌اش با نام رفشن وومن را معرفی کرد. این ترانه در یوتیوب کانال ایورویژن علاقه نزدیک 10 میلیون تماشابین جمع آورده است. منیژه در نشست خبریش در روتردام حمله‌های خونین اخیر به ضد طالب علمان مکتب‌های میانه در قزان و کابل را محکوم کرد و با خواهش ژورنالیستان چند مصرع از یک ترانه تاجیکی را به زبان مادریش سرایید. اهل تالار به تاجیکی سرود خواندن منیژه را با کفکوبی استقبال گرفتند. روز 8 مارس در دوره نهایی انتخاب نماینده روسیه برای اشتراک در آزمون ایورویژن در شبکه یکم تلویزیون روسیه دایر شد. غیر چشم داشت زاده تاجیکستان منیژه سنگین غالب آمد. پیروزی منیژه در جامعه روسیه موج واکنش‌های منفی از جمله از جانب برخی شخصیت‌های شناخته را به وجود آورد. بدبینان خود این را که روسیه را در آزمون اساسی موسیقی اروپا یک زاده تاجیکستان نمایندگی میکند زیر شبهه گذاشتند. منیژه سنگین در پاسخ گفت مناسبت بدبینانه به پیروزی او همچون یک زاده تاجیکستان نشان میدهد که مشکل ملتگرایی و بیگانه بدبینی در روسیه در سطح جدی وجود دارد. در اول ماه اپریل پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان در یک سخنرانیش از منیژه پشتیبانی کرده و گفت حسن آفرین، یک کس چقدر عرصه بین المللی ده آبروی ملت دولت چقدر بلند میکند. یا منیژه را بینید همه را سرگردان کرده است. ایورویژن همه را سرگردان کرده است. بسیاری ها یک دخترک تاجیک دیده نمیتونه. آفرین حسن دستری کرده کن باشه. احسن برای اون که در تمام حالات از تاجیکیت خودش دست نمیگیره. من تاجیکم، در تاجیکستان تولد شدم، در تاجیکستان تربیت یافتم، امروز شهروند روسیه هستم. چی؟ حقیقت چه گفته است؟ آزمون ایورویژن امسال از 18 تا 22 می در شهر روتردام هلند دایر می شود. سال 2020 این آزمون به دلیل موج کرونا ویروس برگزار نشد. منیژه سنگین سال 1991 در شهر دوشنبه به دنیا آمده است.